مالا من حیا میکنم، من میشرمم که یک بشکه شیر را به یک دکان بردم که این شیر به فروش رسد، کارتن عسل و دستم کسی را میگویم بخر. من چون مولا و مولویم حیا می آید، گدایی را ترجیح میدهم. ملتایی که طب خاطر ندارن، خوشی دل ندارن، با دل ناخواسته وکیل گذر حقوق ماهانه را 100 روپه را 4 دوره درخواست نکند به دست نمی آورد. گهی پیسه به جیب پتو، گهی هم لباسش به خانه، گهی هم در برج نفش آمده در اونجا در اون محل میگیرد که اینجا هم به اینها میگوید آنجا هم، تا 4 دوره تقاضا به دست نمی آورد. این را به عزتی برخلاف کرامت نمی اندیشیم مگر از آبله کف دست ما را برخلاف کرامت انسانی می اندیشیم. این خصوصی نیست. عزیزانم از آبله کف دست ما، از عرق جبین ما امرار معاش کنیم، در فهرست پیامبران حشر شویم، در صفحه فرشته ها در فهرست نیکان حشر شویم. چرا از این بدگمان بیاید؟